سلام خدمت همه عزیزان. خب تانحالمون 8 شد و به لطف پایان فصل با کلی موجودی تونستیم از تانحال 6 مستقیما بریم 8 و حالا 8 رو هم دارم کامل میکنم. فقط این 4 تا ساختمون مونده که اینو بزنیم بریم برای 9 و دیگه از تانحال 9 بریم روی روال، چون متاسفانه توی وارم نتونستیم کاری بکنیم. بچه ها مالی زدن، فقط آخری 95% شده. ببینیم مینا چجور زده اتک رو و چقدر قویه تانحال 17 نه 16 این فکر کنم. نه 17 مکسه، 17 5 ستاره است. من تا تانحال 15 بازی کردم، بعد اکانتم بند شد 16 ببخشید، دیگه به 17 نرسیدم. الانم که فعلا تانحال 8 این که حداقل 8 تا تانحال عقبیم. خب بچانسی آورد کستلش، اگر اون ولیم یخیا نبود 3 می شده. بازم 95% خوب زده، مکسه، 17 مکسه. اگر حریف همه رو بزنه و یه تک ستاره بمونه شاید ما ببریم، ولی اگر همه رو بزنه نه. فعلا که جلو بودیم 74 به 67. اگر اون اسب شاخدار آرچر کوین زنده میمون شاید 3 میشد. بعد اون لعنتی چه ساختمانیه؟ ساختمان جدیده، جوری تیر میزنه. ببینم دیدبانی برج چند دنده. جالب بود. آتش انداز، اینا رو نمیشناسم من. خب گفتم بهتون 74 به 67 جلویم و من زورم به کسی نمیرسه. حالا فعلا صبر میکنم تا البته دیگه 11 ساعت مونده. من به دراگ نمیرسم. اگه دراگ داشتم شاید یه ستاره میشد از پایینیا گرفت. اشتباه کردم، باید روی باراکس هم کار میکردم. فعلا هم که تازه داریم به جادوگر میرسیم، بعد هیلر و بعد به این وار نمیرسیم. اگه به لیگ برسیم این ور هم تالار رو به 4 رسوندم. کارگرم بیکاره. نه نیست، 7 ساعت. او کمپو زدم. آره این ورم منابعم فوله، میبینید 300 تا جا داره، 700 تا این بابت پایان چیه این سیستم چی میگم بهش، فصله. آره فصل دوباره از اول شروع شد. فعلا کارگری بیکارم، 30 دقیقه دیگه آزاد میشه و اگه دوباره همون کستل رو بزنم دیوارا رو اول بنفش کنیم بعد بزنم بره لول آخر.
خب اینجوری بزنیم. حواسم نبود هیلر داشتم، وای برای یه اتک دیگه ساخته بودم. کینگ احمقم که رفت اونوری دنبال خود 3 میشه ولی شانس آوردم. حریف 1 و 2 و 3 و 4 و 4ش یه اتک دیگه داشتم راستی، اینم دقت نکردم و فقط 2 ما مونده و بعد 8 و 9 و 10 فکر کنم. انشالله که ببریم وارو. خب این تغییرش بدم. همه رو بالون بگیرم. خب کستل منم خالیه، اونجا هم که پره. نیم ساعت وقت داریم. منابع رو پر کنم رو دیوار بریزم، یه 400 تایی بده. خوبی این چالش های فصلی اینه که آخر فصل بدون در نظر گرفتن منابع کل جوایز رو بهت میده. دیوار شکل چیز دوایش خیلی قوی بود. تانحال 9 دراگ داشتم میزدمش، حتی با دراگ 1، ولی خب با بالون چیزی نمیشه، اونم بالون 4 و 5. اینو بزنیم. خب ببینید این رو با کینگ میزنیم، از این پشت میریزیم. اینجا هم بالون کستل رو آزاد میکنیم. کینگ رو چرا چیشو زدم من. خب سرد میکنیم که بالون رو بهتر کننش. کاش من تانحال 9 بودم، حداقل این وار ستاره میگرفتم. موبلینا رو آزاد کنیم، آرچرا رو آزاد کنیم. احتمالا فردام بعد این وار لیگ شروع میشه. آره دیگه لیگ شروع شده. با توی یه لحظه تقویم رو ببینم. آره لیگ شروع شده. عصر جدید در دهکده خانشان قهرمان. این برای این چالش است. پیشنهادهای مخصوص بازرگان. این پیشنهادها برام باز شد. اینا که فعلا که نه، من جم برای کارگرم میخوام، چیزی هم گیر بیارم میفروشم. خب اینم پر کنیم. برای کل دیوارامون که طلایی بشه 1,000,000 طلا نیازه. خب فعلا 25 دقیقه دیگه وقت داریم. منابعمون هم فول میکنه. نبرد رتبه بندی شدم از 15 ساعت دیگه شروع میشه که دیگه میفتیم توی رتبه بندی ها. باید روی دفاعی من کار کنم، چون تو رتبه بندی ها حمله و دفاع مهمه دیگه. انشالله برسم به تانحال 9
باید اصولی مکس به مکس بریم جلو دیگه، چون واقعا با نیروهای ضعیف اتک زدن سخته. نمیشه با تون 7 و 6 اتک توی لیگ و وار زد. خصوصا نکانتا که اکثرا ضعیفترینشون 12 که همه حریفا آخرش 11 میفتن، حتی تون 10 نداشتیم. اینو کاش میزدن. خب اینم که نه کمه، 500 تایی بده. 293 اینه بزنیم. بعد یه خوبی اینه که تانحال هم میبری بالا، همه نیروات مکس میشه. الان من کینگم مکس، توی این شرایط بهم خیلی کمک میکنه. اینم 3 میشه. من اوایلی که بازی اومده بود، اوایلش با گول اتک میزدم و هیلر، بعدها بالون و لاوا، بعد تر دیگه دراگون و الکترو دراگ و یه مدت زمینی میزدم. زمینی زدن خیلی خوبه، ولی خب یه بچانسی بیاری نیروها دور بزنن کل سیستم به هم میریزه. خب منابعمونم فول شد دیگه، اتک هم دیگه نیاز نیست بزنیم. خب دیگه 22 دقیقه دیگه باید صبر بکنیم تا اون کارگرمون بیکار بشه. برای کارگر 4 هم که 1000 تا میخواد. حالا یه نگاه بندازیم ببینیم، از این پایین ببینیم. طلای پایتخت را در طول حمله یورش به غنیمت بگیرید. 18000 هفته بعد یه 50 تا جم میگیریم انشالله از پایتخت. در دعوت‌های سازنده مجموع 3000 جامی که هیچی. این اگه میتونستم بگیرم 3000 تا رو 1000 تا میداد، ولی خب خیلی نیروم ضعیف. 1000 تا رو با بدبختی گرفتم. 50 تا اتک بزنم 30 تا هم از این میگیرم. تالار سازنده رو 5 ببرم 30 تا هم از این میگیرم. برج ساعت رو بازسازی کنم 30 تا هم اونجوری میگیرم. بعد دیگه فعلا ستاره ها که هیچی. فکر کنم باید بریم بالا تخریب برم تا حال 9 ایکس بوی فکر کنم بزنیم میده. 25 کلبه سازنده رو بزنیم 2500. این که هیچ فعلا. تالار شهر مسلح و 20 تا بزنی 20 تا جم میده. رسیدم به لیگ بربر 6 50 تا میده. بالکری خب بردن 250 10 تا میگیریم. بعد اینجام کلنکستل رو 4 کنم 20 تا میده. چالش های فصلم به 5000 تا برسم 50 تا میده. اجدارم بگیرم دراگون رو باز کنم هم 20 تا میده. یعنی خب فعلا به این زودی کارگر 4 رو نمیتونم بگیرم، ولی خب حالا تلاشمو میکنیم دیگه. حالا یه 80 تا هم جم بابت کستل خرج کردیم، چاره‌ای نبود. ویدیو رو همینجا به پایان میبرم انشالله تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدارتون.